کاظم شارخی هستم، متولد شهرستان داراب، بخش پسارود، روستای سلطان آباد و به مدت 16-17 سال است که ساکن بندرعباس هستم به واسطه اشتغالی که در اداره زندانهای استان هرمزگان دارم. ساکن بندرعباس هستم فعلا و در خدمت شما. 4 سال هست که به صورت ویژه پیگیر هستم و به خصوص روی فرماندهای قتل، کسانی که دارن با مرگ دست پنجه نرم میکنن و تلاش میکنیم که راهی پیدا کنیم برای نجات و بخشششون. و تو این مدت خدا رو شکر بیش از 140 پرونده قتلی رو تونستم به صلح و سازش برسونم که از نظر نسبت و درصد آماری زندانیای ما در هرمزگان در کل کشور تقریبا با یه اختلاف فاحشی شاید بتونم بگم از نظر درصد آماری رتبه اول کشوری رو داریم. بجز پرونده‌های قتل عام، پرونده‌های صلح و سازشی دیگه بیش از هزاران پرونده، شاید تو این 3-4 سال نزدیک به 2-3 هزار پرونده هم صلح و سازشی داشتیم. اینکه خدا رو شکر که هر سال در استان من به عنوان سولیار نمونه استان انتخاب میشم. 2 بار به تهران دعوت شدم و آخرین بارم همین هفته آینده است که دارم میرم تهران به عنوان سولیار برتر کشور. در سال 1401 هم بازم مجددا به عنوان سولیار برتر استان و کشور انتخاب شد. نحوه ورود ما به پرونده‌های قتل اینجوری است که ما اصلا پرونده‌ای که جانی باشن، پرونده‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده باشه روش، پرونده‌ای ناموسی، پرونده‌ای که از آن عمومی رو واقعا جریه دار میکنه، به هیچ وجه ما ورود هم حتی نمی‌کنیم. حتی علیرغم تلاشی هم که میکنن خانواده‌شون میان به ما سر میزنن، به هیچ وجه ما ورود نمی‌کنیم. و تمامی این پرونده‌ها که ما رضایتش گرفتیم تماما پرونده‌ای بودن که آنی بودن، یعنی طرف روی اتفاق، روی حادثه برچسب قاتلی رو میخوره به پیشونیش و میاد داخل زندان. من تو این زمینه در واقع یک کتاب رو نوشتیم با همکاری که از دوستانمون به نام زندانبان ناجی، که خاطراتی هست از کارهایی که من انجام دادم، پرونده‌ای که به صلح سازش رسوندم. و در کنار اینم با توجه به اینکه من سالهاست گزارشگر فوتبال در تلویزیون هستم، صدا سیما، و تونستیم در این زمینه با فوتبالیست‌ها، هنرمندا ارتباط برقرار کنیم که تو این صلح و سازش و بخشش‌ها خیلی کمک حال من بودن. در استان‌های مختلف کمک می‌گیریم ازشون که کمک حال بودن تو این زمینه برای ما.